سلام، به یه ویدیوی دیگه از چنل یوتیوب من خوش اومدین. خوشحال میشم قبل از دیدن ویدیو اول اون رو لایک و بعد چنلمون رو سابسکرایب کنین. امروز با شماییم با معرفی چند تا از جذابترین سریال های کمدی کره. سریال اول، سریال سقوط بر روی تو. سال تولیدش 2019. ژانرش کمدی عاشقانه و درامه و 16 قسمت داره. یون سری وارث شرکت بزرگ توی کره جنوبیه. اون زنی مستقل، موفق و البته یکم مغروره که درگیر رقابت‌های خانوادگی بر سر ارث و مدیریت شرکته. در یک روز هنگام پرواز با پاراگلایدر به دلیل طوفان شدید کنترل خودش رو از دست میده و به طور غیرمنتظره در خاک کره شمالی فرود میاد. در اونجا با ری جونگ هیوک، افسر ارتش کره شمالی، روبرو میشه. اون تصمیم میگیره سری رو مخفی کنه تا از خطر دستگیری توسط ماموران امنیتی نجات پیدا کنه. سری بارها تلاش میکنه به کره جنوبی برگرده، اما هر بار با موانع تازه‌ای روبرو میشه. در این مسیر رابطه عاشقانه بین سری و جونگ هیوک شکل میگیره. عشقی ممنوعه که بین دو کشور با روابط خصمانه عملاً غیر ممکن به نظر میرسه. سریال نه تنها یک داستان عاشقانه رو روایت میکنه، بلکه به شکاف‌های سیاسی و اجتماعی بین دو کره هم میپردازه و تعامل سری با سربازان کره شمالی و تفاوت‌های فرهنگی لحظات طنزآمیز زیادی ایجاد میکنه. این سریال به عنوان یکی از پربیننده‌ترین درام‌های تاریخ تلویزیون کره جنوبی شناخته شده و در نتفلیکس هم به موفقیت جهانی دست پیدا کرده. سریال بعدی، سریال تنها آهنگ عاشقانه من. سال تولیدش 2017. تو جونگ یک بازیگر مغرور و خودشیفته است که به شدت بر این باوره که مقام و ثروت میتونه درهای هر موفقیتی رو به روی انسان باز کنه. اون به طور ناخواسته و به طرز عجیبی به یک درگاه زمان میفته و به گذشته سفر میکنه، به ویژه به قرن ششم میلادی در گوجوریو، یکی از سه پادشاهی بزرگ کره در دوره سلطنت پادشاه پیونگ‌ون. در این دوران اون با اوندال آشنا میشه، مردی که عشق بیپایانی به پول داره و برای رسیدن به اون حاضر هر کاری انجام بده، اما در این حال اون قلبی مهربان و دلسوز داره و نسبت به افراد ضعیف و نیازمند احساس همدردی میکنه. اوندال با روحی سخاوتمندانه به یاری این افراد میره و از هیچ تلاشی برای کمک به اونها دریغ نمیکنه. در این سفر ناخواسته و شگفت‌انگیز سو جونگ با دنیای متفاوت از اونچه که تا به حال شناخته بود مواجه میشه. اون به تدریج میفهمه که ارزش‌های انسانی فراتر از ثروت و مقام هستن و در این بین روابط انسانی و احساسات واقعی اهمیت بیشتری پیدا میکنه. در حالی که اون در تلاش برای بازگشت به دنیای خودشه، با چالش‌های جدیدی روبرو میشه که اون را مجبور میکنه تا درباره خودش و باورهاش بازاندیشی کنه. این داستان نه تنها سفری به زمان و مکانهای تاریخیه، بلکه سفری به عمق وجود انسانها و کشف ارزش‌های واقعی زندگی هم هست. سریال بعدی، سریال شیطان من. سال ساختش 2023 است. دودوهی وارث شرکت فیوچره. اون شخصیتی متکبر و خونسرده که به هیچ کس اعتماد نداره. اون نسبت به عشق بدبینه. دودوهی با شیطانی به نام جونگ گووون درگیر میشه و در نهایت مجبور میشه با اون ازدواج کنه که باعث میشه دودوهی با تغییرات بزرگی در زندگیش روبرو بشه. جونگ گووون شیطانیه که به مدت 200 سال با انسانها معامله کرده. اون آرزوهای انسانها رو برآورده میکنه و در ازای اون روحشون رو بعد از 10 سال به جهنم میبره. جونگ گووون با دودوهی درگیر میشه و به نوعی قدرت خودش رو به یک باره از دست میده. سپس با دودوهی عقد قراردادی میبنده. برای جلوگیری از محو شدن همیشگی خودش از روی زمین باید از دودوهی محافظت کنه و در نهایت این دو عاشق همدیگه میشن. سریال بعدی، سریال ازدواج ممنوع. پادشاه لیهون 7 سال پیش همسر محبوبش رو از دست داده و از اون زمان در سوگه. اون به دلیل اندوه شدید فرمانی صادر میکنه که در سراسر چوسان ازدواج ممنوع بشه. این فرمان باعث آشفتگی اجتماعی و نارضایتی گسترده در بین مردم میشه.
در این بین سورانگ، زنی زیرک و کلاهبردار، وارد ماجرا میشه. اون ادعا میکنه که توسط روح همسر فقید پادشاه تسخیر شده. این ادعا توجه پادشاه رو جلب میکنه و سورانگ به دربار راه پیدا میکنه. با حضور اون ماجراهای طنزآمیز، عاشقانه و پرتنش شکل میگیره. از جمله تلاش برای شکستن فرمان ازدواج ممنوع و بازگردوندن شادی به زندگی پادشاه. سریال فضای سنتی چوسان رو با داستانی عاشقانه و پرکشمکش پیوند میده. شخصیت سورانگ با رفتارهای زیرکانه و ادعاهای عجیب لحظات خنده‌دار زیادی ایجاد میکنه و سریال نشون میده که عشق و امید میتونه حتی سخت‌ترین قوانین و فرمانهای سلطنتی رو به چالش بکشه. سریال بعدی، سریال دونده دوست داشتنی. ریو سونجاه یک ستاره محبوب موسیقی و بازیگریه. زندگی اون در ظاهر کامل و درخشان به نظر میرسه. اما فشارهای سنگین صنعت سرگرمی و مشکلات شخصی باعث میشه به فکر خودکشی بیفته. ایم سول، دختری که در کودکی به دلیل یک حادثه توانایی راه رفتن را از دست داده، با شنیدن آهنگ‌های سونجاه آرامش پیدا میکنه و به یکی از طرفداران سرسخت اون تبدیل میشه. وقتی خبر مرگ سونجاه منتشر میشه، ایمسول به شدت دچار شوک و اندوه میشه. در همین لحظه به شکل معجزه‌آسا به 15 سال قبل برمیگرده، زمانی که خودش هنوز دبیرستانی بوده و سونجاه در ابتدای مسیر زندگیش قرار داره. ایمسول حالا فرصتی دوباره داره. اون میتونه با تغییر گذشته جلوی آینده تلخ سونجاه رو بگیره. این سفر در زمان آغازگر رابطه‌ای عاشقانه بین اون و سونجاه میشه. این سریال بعد از پخش در کره جنوبی و کشورهای آسیایی مثل اندونزی و مالزی به یکی از پربیننده ترین سریال‌های 2024 تبدیل شد. سریال بعدی، سریال ازدواج قراردادی خانم پارک. خانم پارک، یک زن اصیل و شریف از دوران چوسان، زندگیش ناگهان زیر و رو میشه. اون که به تازگی بیوه شده، طی یک توطئه دزدیده میشه و داخل چاهی انداخته میشه. اما این چاه دری به آینده است. دنیای مدرن سئول. وقتی چشم باز میکنه، خودش رو در زمان حال میبینه، سردرگم، تنها و بیپناه. در این دنیای جدید برای زنده موندن و پیدا کردن راهی برای بازگشت، ناچار میشه با مردی ثروتمند اما سرد و بی‌احساس ازدواج کنه. مردی که چهرش عجیب شبیه شوهر مرحومشه. اما این فقط یک ازدواج ساده نیست، بلکه یک ازدواج اجباری و قراردادیه، بدون عشق، بدون احساس و فقط بر پایه منافع. در حالی که خانم پارک تلاش میکنه با فرهنگ و زندگی مدرن کنار بیاد، کم کم قلب‌ها شروع به تپیدن میکنن. این سریال ترکیبی شیرین از سفر در زمان، طنز و عشق که در بستر یک ازدواج اجباری به تماشاگران نشون میده چطور احساسات واقعی حتی در غیرمنتظره ترین شرایط جوانه میزنن. خب بچه‌ها، مرسی که تا پایان ویدیو همراه من بودین. خوشحال میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنین. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.